مراسم ماتم تنگم 14 ساله است که بابایش تن نیمجانی دربند آویزان او را اینجا پیدا کرد. اشکال نبودگی اسپاسات نکردم با هم خودش زده گردنش را بند بریده. با گفتی بابای سمندر نبیرش تا بیمارستان نفس میگرفت اما آنجا جان داد. من خواستم اسپاسات کنم گفتم اسکاری بردم در اسکاری در اومدم که صاف کرد. در تاجیکستان سال گذشته هر ماه تا 7 نوروز به شیوه‌های گوناگون خودکشی کردند که سبب‌های از نصف زیاد این شماره نامعلوم است. بابای سمندر نیز که نبیرش را از دست داده است، پیوسته از خود میپرسد که چرا نبیرش به این عمل دست زد. هیچ ما حیرانم چیکار کرده، چقدر عقلشون گرفته، چیکار کرده، چی ظلم گذشته که ما اینا نمیفهمم. روانشناسان برعکس بر اینند تمایل به خودکشی نورسان را والدین می توانند پی ببرند و پیشگیری کنند. میل خودکشی روند یک لحظه نبوده، هفته ها و ماه ها در کودک شکل می گیرد. وقتی اعتراض آغاز می شود، وقتی که نیتی وای به خودکشی می شود، مثلا ایبورا از حسابی نطقی، مثلا در نطقی و ایبوراهایی که مثلا من از دنیا میگذرم بعد به قدری من میرسه، من از زندگی کردن سیر شدم، من دیگر نمیخوام خیلی زندگی کردن و غیره و غیره را مثلا استفاده میبرد. با رفتار خود کودک در این مدت به نزدیکانش پیام میرساند که چیزی او را رنج میدهد، در حل مشکل خود را ناتوان میبیند. کسی به همین چیز مثلا توجه نمیکند که برای چی همین خیل میشد، برای چی اون خیل میشد، همه قوتو. بعضا هم جواب پرسش ها در رفتار پدر و مادر نهفته است. نورسوی مهر و محبت والدین یعنی تشنگی ایموشنالی کودک میتواند که عمل خودکشی را به وجود بیارد. بابای سمندر میگوید رفتار تنگیم روزهای آخر تغییر یافته بود. فکر میکردند موقتی است، میگذرد. همین یکی هم میگریخت اسم میرا با جنگ و جنجال میکرد دختر آختی بچه آختی بگیرش میآورد اسپاکوی نمیشد. روانشناسان میگویند محض همین دیگرگونی ها به والدین پیام میرساند که به رفتار غیر عادی کودک خود توجه نمایند. یک قطار علامات و نشانه‌هایی که در رفتار و در حقیقت دیده می شود، در گفتار و در حقیقت دیده می شود، ولی از حساب کلانسالان و از حساب اویلا با پرگی صرف نظر می شود. کسی رفتارهای و مثلا چی میگه مشاهده کرده تحلیل نمی کند. والدین با عصبانیت و اعتراضات کودک معمولاً به شیوه‌هایی که خود درست می‌حسابند برخورد می‌کنند. اما پدر مادر فرزند توفیق دهد. نه چه پدر مادر و یک جون به برو میرد کوچه کار میرد، بازار میرد، مکتب میرد و هیچ خیل میگردونه. خدا توفیق دهد. برخورد ملایم و سازش والدین نه همه وقت تاثیرگذار است. بنابراین توصیه می شود در چنین حالت‌ها بر روانشناس مراجعت کنند. مقصدی و با جدیت قبول کنند و مثلا قطعی و با همراهی و مثلا هم صحبت شوند و از چی میگن از مقصد و مرام و با خبر شوند و کوشش میکند که از همین راه گردد. بابای سمندر میگوید پدر و مادر تنگیم به خاطر کار فرزندانشان را در خانه تنها میگذاشتند. میگوید اگر آن روز کسی از بزرگان در خانه می بود شاید زندگی نبیرش به فاجعه نمی انجامید. این یک مصیبت دهشتناک